7 فرم ضروری برای گرفتن ویزای بشردوستانه برزیل: فرم عدم مسئولیت جرمی، فرم تهدید خط یا کیس، رزرویشن تکت طیاره و باقی فرم هایی که در گرفتن ویزای بشردوستانه برزیل کمک میکنه و نیاز قراره در این ویدیو با شما یاد بگیریم و اونها رو برای شما همراه با عکس به خوانش میگیرم. سلام، وقت همه شما بخیر. امیدوارم که هر کجای دنیا که هستیم صحتمند، سرفراز و سلامت باشیم. دوستان عزیز، سید مصطفی صمیمی هستم، همراه با سید طه ساجد و یکی دیگر از ویدیوهای آموزشی کانال آمازون پرشین در خدمت شما. در نخست گفتم باشه مثل یوتیوبرها یک انتروی برای شما بدیم، بعدی و خود شما شروع بکنیم. ان شاءالله در ویدیوهای بعدی سعی میکنیم انیمیشن موزیکی اضافه بکنیم. خب دوستان عزیز، قرار با شما 7 سند ضروری که برای شما کمک میکنه در گرفتن ویزای بشردوستانه برزیل ما برای شما بگم، همراه با عکس و نحوه گرفتن این فرم ها و نمونه هر کدام از اینا در کانال تلگرام ما که در دسکریپشن همین ویدیو قرار داره و برای شما میگذارم و میتونیم از اونجا برای خود بگیریم، دانلود کنیم و فقط مشخصات اسامی تغییر بدیم و هر کدوم به نام خود نوشته بکنیم و همون اسناد به سفارت تحویل بدیم. بعد از اینکه شما ای کنسولر اکانت که من در ویدیوهای قبلی نحوه آموزش ای کنسولر گفته بودم، ای کنسولر برای خود ساخته، نوو سرویس فعلا نداره، یعنی سرویس تازه نداره. در صورتی که روز دوشنبه که احتمالی میره باز بشه بر اساس قوانین جدیدی که 2 اکتبر قراره تعیین بشه و صادر بشه، اگر سرویس باز شد شما به این 7 سند ضرورت داریم. اولین چیزی که خیلی مهمه، زمانی که شما خواسته باشین در این کنسولر خود رو ثبت نام بکنیم، نیاز به پاسپورت داریم. باید پاسپورت شما حداقل از 6 ماه وقتی بیشتر باشه، اگر کمتر هم باشه میشه. به نظر من شخصا اینه که شما حداقل پاسپورت شما از 6 ماه باید زمانی و بیشتر باشه. دومین سنده که شما نیاز داریم داشتن ویزای همون کشور می باشه. من چون اکثر اینجا دارم و اکثرا برای شما یک یک میته بر روی ویدیو میگذارم. اولین سند گفتم پاسپورت هست، شما نیاز به پاسپورت داریم. دومین سند که شما نیاز داریم نیاز به داشتن ویزای همون کشور. فرق نمیکنه که اگر از پاکستان ثبت نام میکنیم نیاز به ویزای پاکستان داریم، اگر از ایران ثبت نام میکنیم نیاز به ویزای ایران داریم. اگر اقامت در ایران هم داریم میتونیم در داخل سایت بگنجانیم، چی بهتر. پاسپورت، ویزای ایران تا فعلا شما نیاز داریم، چون از این کنسولر ایران قرار شما خود ثبت نام بکنیم. فرم خانه پوری شده ویزای برزیل. فرم خیلی ساده، لینک میگذارم، شما از طریق خود سایت ثبت نام میکنید، مشخصات خود در داخل سایت میگنجانیم. این فرم هست داریم میبینیم، شما در داخل چوکات عکس خود میگذاریم، چوکات خود عکس خود میگذاریم و چوکات کلون که هسته داخل چوکات کلون امضا میکنیم و این فرم اسکن میکنیم. بعد از او به داخل سایت میکنیم و فرم هم همراه با خود داشته باشیم که در روز مصاحبه نیاز به این فرم داریم. فرم خانه‌پوری شده ویزای برزیل. فرم بعدی که شما نیاز دارین فرم هزینه‌های سفر و اقامت برزیله که من نمونه از این فرم هم فعلا در داخل عکس میبینیم. شما همین نمونه از این هم برای شما در کانال تلگرام میگذارم، میشه مشخصات تغییر بدیم و اگر شما هم دوست دارین یک جمله 2 جمله اضافه کنیم، این فرمایی که من برای شما میگذارم اینا من نساختم، دوست ما رضا جان همکاری کردن با ما، این فرما برای ما ارسال کردن و به نمونه از اینا برای شما بگذارم. شما میتونستیم اگر مشکل گرامری داره یا مشکل انگلیسی داره شما ببخشید، میتونیم شما خود شما برای خود رو اصلاح بکنیم. فرم هزینه‌های سفر و اقامت در برزیل که به دوش خود شما و میگیم که من در برزیل برام، هزینه‌های سفر بر دوش منه، تکت طیاره هم من خود میخرم. فرم بعدی که شما نیاز دارین فرم عدم مسئولیت جرمیه که من قبلا گفتم. فرم عدم مسئولیت جرمی یعنی که شما قبلا جرم در افغانستان نکردیم. قبلا پروسه‌ای بود که باید از قومندانی شروع می‌کردیم و طی مراحل میشد. آخرین مرحله وزارت خارجه بود و برای شما یک بارکد میداد و بارکد باز می‌بردیم با خود سفارت افغانستان در هر کشوری که هسته، او با او سفارت افغانستان ارسال میکرد به سفارت کشور میزبان. به یک پروسه طولانی داشت، فعلا این امکانات نداره. شما اگه بتونیم یک فرم عدم مسئولیت جرمی از قومندانی هم بگیریم، میشه بگیم که من سابقه جرمی ندارم. اگر این هم نمیتونیم بگیریم، همین نمونه فرمی که در داخل تصویر میبینیم، این نمونه فرم میشه نوشته کنیم مشخصات خود و بگیم او با پایین یارم امضا کنیم که من فلانی فرزند فلانی دارنده نمبر تذکره فلانی، من جرمی در افغانستان نکردم یا در هر کشوری که اخیراً بودیم.
رزرویشن تکت تیاره و این خیلی مهمه باشه، چون خیلی از دوستان نمیفهمم رزرویشن تکت تیاره چی هست. نمونه‌ای رو من در داخل عکس برای شما گذاشتم. رزرویشن تکت تیاره اینه که شما میگیم که من مثلا 6 ماه 8 ماه یا 1 سال بعد احتمال از این میره که ما برم به برزیل سفر بکنم، یا رزرو میکنیم به هر کشور دیگه میتونیم سفر کنیم. شما اگه قراره از تهران سفر بکنیم به سوی برزیل، میشه که رزرویشن خود از قطر بگیریم، از مشهد بگیریم به سمت قطر، یا از قطر بگیریم به سمت از مشهد بگیریم به سمت قطر، یا هم از تهران بگیریم به سمت قطر و از قطر بگیریم به سمت سان پائولو. رزرویشن تکت تیاره رایگان می باشه به هر خدمات تکت فروشی. شما بریم بگیم یک رزرویشن تکت تیاره میخوایم، اگر دوست شما باشم برای شما رایگان میگیرم، و اگر هم رایگان ندم برای شما یک هزینه کم میگیره. در هرات مثلا 200 افغانی 100 افغانی کار میکردم. بریم که من رزرویشن برای خود تیار کردم، دوست من میراج جان بود، از خداوند یار و نگهداری باشه، در این ویدیو هم سلام میرسانم برای از او هر کجا که هسته. ما با کابل بودیم، رزرویشن برای او همکاری کرد و جور کرد. رزرویشن تکت تیاره بعد از اینکه برای شما میگیرم یا از هر جایی که گرفتیم با هر هزینه‌ای که هسته، پایین یور خود همون تکت فروشی امضا بکنه و مهر خور بزنه. این مهمه. هر سندی که داریم سعی کنیم به سفارت تحویل میدیم مهر امضا شده باشه، چون اعتبار از این سند بیشتر میکنه. رزرویشن تکت تیاره در عکس هست. و این نکته رو بگم، رزرویشن یعنی شما فقط رزرو میکنیم، یعنی میگیم که من چند ماه بعد قراره برم یا نرم. بوک نمیکنیم. بوک یعنی اینه که هزینه پرداخت کنیم تکت بخریم. رزرویشن نیاز به خرید تکت نیه. تهدید خط یا کیس، و این خیلی مهمه باشه که در همین آخرین اطلاعاتی که از گاورمنت برزیل صادر شد و دولت برزیل در سایت جی او وی خو صادر کرد و گفت از این بعد قرار ویزایی که صادر بشه باید کسایی باشن که جان اینا در خطر باشه و ثابت کنم این نکته خیلی مهمه که جان اینا در خطر باشه. نمونه یک تهدید خط به زبان انگلیسی ما در داخل تصویر میبینید و این تهدید خط من نساختم، فقط یک نمونه در داخل کانال تلگرام برای شما میگذارم. شما میتونید هر نوع تهدید خط با زبان خود اگه زبان پشتو یا فارسی باشه خیلی بهتره. اگر انگلیسی هم می‌نویسیم میشه بگیم که به چه دلایل جان ما در خطره و به سفارت تحویل بدیم و ثابت بکنیم. چون ویزا طبق آخرین گفته ها و سید جان هم که ویدیو قبلی گفته بود برای از بعد برای کسایی صادر میشه که جان از اونا در خطر باشه و نوع تهدید خط در تصویر میبینیم. و این آخرین فرمی بود که برای گرفتن ویزای بشردوستانه برزیل در صورتی که ثبت کنسولار سفارت برزیل بخش سرویسی و فعال شما نیاز داریم. دوباره به صورت خلاصه همگی اینا فقط نام میبرم: پاسپورت، داشتن ویزای کشوری که در او هستیم، تهران که از تهران قرار خود ثبت نام بکنیم، فرم خانه پری شده ویزای برزیل، فرمی که هزینه‌های سفر و اقامت برزیل به دوش خود شمانه، فرم عدم مسئولیت جرمی، رزرویشن تکت تیاره، تهدید خط یا کیس. و دوستان عزیز این بود ویدیوی ما که خدمت شما رساندم. امیدوارم که سوالات شما که داشتیم حل شده باشه. و در آخر یک نکته را من عرض بکنم که امیدوارم ویدیو رو هنوز قطع نکرده باشیم. خیلی از دوستان میپرسن که دعوتنامه نیاز هست یا نه. این خبر صحت نداره. دروغ. دعوتنامه برای گرفتن ویزای بشردوستانه برزیل نیاز نیه. چون بعضی دوستان میپرسن که آیا باید یک نهاد ما از برزیل معرفی کنه که ویزا بگیریم؟ نه، این خبر صحت نداره، چون امکان نداره که یک نهاد یک مرجعی که اینجایی که در برزیل هسته چطور ما شما رو بشناسه که بازو به سفارت ایمیل بده و ما معرفی کنه که فلانی فرزند فلانی من میشناسم، شما لطفاً باز ایمیل بدید. این خبر صحت نداره و هنوز تایید نشده. تا اخبار دیگر که از کانال آمازون پرشیا بنده مصطفی سلیمی‌نیا با تیم همکار ما که در خدمت شما قرار میگیریم شما به الله پاک میسپارم. امیدوارم که لایک، کامنت و سابسکرایب بکنیم تا ویدیوهای بعد. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.